زندگی دومت زمانی آغاز می شود که می فهمی فقط یک زندگی داری. نویسنده رافائل ژیوردانو، مترجم معصومه خطیبی، خوانش از نسیم. بخش آخر. 31. از وقتی با پدرم آشتی کرده بودم در کمال شگفتی احساس می کردم که زندگی زناشوییم نیز آرامتر شده است. شاید داشتم متوجه این مسئله می شدم که از مدتها پیش عادت کرده بودم در ذهنم رفتارهای پدرم را به رفتارهای شوهرم تعمیم بدهم. ترس از رها شدن مانند رفتاری که با مادرم شده بود چقدر ذهنم را مسموم کرده و روی رابطه ام با سباستیان سایه انداخته بود. ولی دیگر تمام شده بود. دیگر هرگز اجازه نمیدادم که گذشته در زمان حالم مداخله و روابطم را شرطی کند. ولی خب اگر سرنوشت تصمیم می گرفت که شوهرم با فردی دیگر آشنا شود و ترکم کند، من نمی توانستم مانعش بشوم. اما دیگر آرامش داشتم. می دانستم هرچه پیش بیاید می توانم بر توانایی های خودم اتکا کنم و با آن روبرو شوم. و این یقین نیروی باور نکردنی به من میداد. نیرویی که هرگز تصورش را نیز نمی کردم روزی به آن دست پیدا کنم. به ظاهر اینطور به نظر می رسید که با جنس مذکر صلح کردم. یک روز صبح در حالی که فنجانی چای سبز می نوشیدم و از این فکر لذت می بردم، سباستیان وارد شد و پاکتی را به دستم داد. بیا، این پاکت مال توست. یک نامه پستی. داخل نامه نوشته‌ای کوتاه بود. روز پنجشنبه برای قرار ملاقاتی استثنایی به فضای 1100 آسمان بیایید. لطفاً سر وقت آنجا باشید. رأس ساعت 14. تا پنجشنبه، کلود. باز چه کلکی سوار کرده بود. سباستیان که داشت یک برش نان را کرمالی می کرد از گوشه چشم به من زل زده بود و همزمان تارتش را هم می جوید. باز هم کار؟ اوه، آره، پس می خواستی؟ ای بابا، ولت نمی کنند. احساس کردم فکرش کمی مشغول است و هیجان دارد، اما نمی دانستم چرا. به او نزدیک شدم و آرام در گوشش گفتم نگران نباش. ارزشش را دارد. خیلی زود نتایجش را میبینی. شک ندارم. روز پنجشنبه دخترها را در کارگاه تنها گذاشتم و کارهایم را به بعد از ظهر موکول کردم تا به قرار برسم. لباس شیک و جذابی پوشیدم که به شنیدن چند سوت و متلک در خیابان منتهی شد. از خجالت سرخ شدم. اما از آنجا که محل ملاقات در منطقه 16 بود با خودم گفته بودم بهتر است لباسی در خور موقعیت بپوشم. آیا این فرصت خوبی نبود که در آن نشان دهم در قالب کامیایی جدید چه شکلی هستم؟ البته اگر می دانستم که قرار است چه نگاه های تحسین آمیزی را جذب کنم بهتر با این قضیه کنار می آمدم. همین که در مجموعه 1100 آسمان را باز کردم از تعجب نفسم بند آمد. خود تالار به تنهایی انگار داشت سرودی برای زیبایی کاخهای شرقی می‌خواند. طرح‌های زیبا و ظریف، اسباب اساسیه‌ای شیک، بوهای مطبوع، رنگ‌های پرزرق و برق. احساس می‌کردم در زمان سفر کردم. چه احساس خوشبختی دلپذیری! این لوسترها، این فانوس‌های قدیمی، این فرش‌های ژرف و نرم، اینجا بر روی چوب فرش‌های قدیمی، آنجا بر روی کاشی‌های هنرمندانه. به سرعت شیفته فضای سحرانگیز تاریک روشنی شدم که بر چهره هر یک از سایه‌های رازآلود پراکنده بود. اما راز اصلی هنوز باقی بود. چرا کلود من را به اینجا آورده بود؟ با این پرسش در ذهن با گام‌های استوار به سمت مسئول پذیرش رفتم. بار لطفاً، قرار ملاقات دارم. انتهای راه رو سمت چپ. مسیر مشخص شده را در حالی پیمودم که قلبم در سینه‌ام به شدت میزد. این نمایش دیگر چه بود؟
به بار که به زیبایی تالار ورودی تزیین شده بود رسیدم و افراد حاضر را از نظر گذراندم. چهره هیچ یک شبیه کلود نبود. در دلم به خاطر تأخیرش لعنتش کردم. من از اینکه در چنین جایی تنها و معطل بشینم وحشت داشتم. مردها خیلی زود داشتند در مورد مقاصد زنی تنها به اشتباه می افتادند. بنابراین تلاش کردم حالتی بی‌اعتنا و با اعتماد به نفس به خودم بگیرم و وردم را که در چند هفته اخیر تبدیل به عادتم شده بود مدام در ذهنم تکرار کنم. من کاترین دونوو هستم. من کاترین دونوو هستم. بغل دستیم پشتش را به من کرد و نعمت دیدن تصویر پرابهت کت و شلوار آبی آسمانیش را تقدیمم کرد. پیش از آن که با آشفتگی متوجه شوم که دارد به سمتم میچرخد با خودم گفتم عجب شانه‌های پهنی دارد. رو به من برگشت و با صدایی که آدم را خلع سلاح میکرد گفت شما اینجا؟ ولی تو اینجا چه کار؟ حالا دیدی که فقط کلود خودت نیست که بلد است چطور غافلگیرت کند؟ سباستیان انگار که میخواست عکسی دقیق از چهره‌ام بگیرد صورتم را با دستش تنظیم کرد و ملولانه بوسیدم. به هیجان آمدم و به طرزی لذت بخش از نابجا و نامناسب بودن این بوسه در چنین جایی آشفته شدم. خوشبختانه خدمتکار وانمود کرد که آن طرف را نگاه می کند. سباستیان از من فاصله گرفت و چشمهایش را به چشمهایم دوخت تا تأثیر ویرانگر نوآوریش را ببیند. دهانم زندان باستیل زمانش بود و نگاه درخشانش عشقهایمان را به انقلاب فرا می خواند. به تته پته افتادم. اصلا باورم نمی شود. ولی تو چطور؟ هیس. خب باید بگویم که از قرار معلوم کلودت از آن چیزی که من تصور کرده بودم هم باحال‌تر است. در این که هم دستم شود و کمکم کند تا این نقشه را به اجرا درآورم اصلا تردید نکرد. به تو نامه نوشت تا باور کنی که با او قرار داری. جالب است مگر نه؟ با خودم گفتم حالا دارم برایش. ولی از نتیجه کارش آنقدر خوشحال بودم که دلیلی برای عصبانی شدن از دستش نمی دیدم. خب چه برنامه‌ای برای من در نظر داری که به زحمت چند ساعت دل کندن از کار ارزشمندم بیارزد؟ چیزهایی که باعث می شود از آمدن به اینجا پشیمان نشوی. تازه کمی هم استراحت سرحالت می آورد. اینطور نیست بیزینس وومن عزیزم؟ برنامه‌ای فشرده ترتیب داده بود. حمام، سونا، استخر، لایه برداری ملایم پوست با صابون سیاه اوکالیپتوس. هر دو خودمان را به دستان متخصص ورز درمانگران بالیایی سپردیم که ما را تا نزدیکی آسمان هفتم بردند. در حالی که دستم در دست سباستیان بود همه بدنم داشت از هم باز می شد و همین ارتباط مهرامیز به زیبایی این وقفه لذت بخش ورز درمانی می افزود. وقتی اتاق را ترک کردیم انگار پاهایم دیگر روی زمین نبودند. شامی شاعرانه با تزئینات شمع که پس از آن مشتمال حسابی خوردیم نقطه اوج آن روز بود و مرا به حالت نیروانا یعنی اوج آرامش ذهنی رساند. این مکان حواس انسان را طوری نوازش می‌داد که مانندش در هیچ جای دیگری پیدا نمی‌شد. اما چیزی که بیشتر از همه خوشحالم کرد این بود که متوجه شدم سباستیان من را با همان نگاه قبلیش می‌بیند. من همان شهرزاد سابقش شده بودم و این بیشتر از رسیدن به یک هدف بود. این آرزویی برآورده شده بود. وقفه عاشقانه اهدایی سباستیان به هیجانم آورده بود و این برایم خیلی جای خوشحالی داشت.
چون دوره پس از آن بی اندازه طاقت فرسا بود. باید موعدهای مقرر ناممکن را رعایت می کردم. با فروشنده های طماع سر و کله می زدم. یک گروه بی تجربه را مدیریت می کردم. فرایندهای اداری پیچیده ای را می پیمودم. شبها طراحی می کردم و روزها کارها را سر و سامان می دادم. خلاصه تا از هم فرو پاشیده شدم فاصله ای نداشتم. ولی از بخت خوبم یک کمیته پشتیبانی بیمانند داشتم. خانواده و دوستانم به کارگاه رفت و آمد می کردند تا حمایت‌های بی‌دریغشان را به من ابراز کنند و این باعث دلگرمیم می شد. واقعا دلم می خواست که به من افتخار کنند. کلود عزیزم نیز از هیچ تلاشی دریغ نکرد. قول داده بود با دوستان مطبوعاتیش تماس بگیرد. می گفت کسانی در این زمینه می شناسد. دست کم بابت این یکی دیگر ذهنم را مشغول نمی کردم. چطور می توانستم روزی زحماتش را جبران کنم؟ نوزاد جدیدم داشت جان می گرفت. تولدش نزدیک بود. وقت آن رسیده بود تا برای او اسمی انتخاب کنم. یک جلسه طوفان فکری در اتاق پشتی بوتیک برگزار کردم. کلود از من خواسته بود تا افرادی با دیدگاه‌های مختلف را دعوت کنم. اینطوری جلسه پربارتر و خلاقانه تر می شد. علاوه بر خیاط‌هایم از آرایشگر و ورز درمانگرم هم خواستم تا بیایند و آنها هم در کمال مهربانی پذیرفتند تا در این چالش شرکت کنند. قاعده و شروط اساسی را که باید در هر جلسه خلاقیت طوفان فکری رعایت شود برایشان گفتم. نه انتقاد، نه سانسور. کمیت بالای فکرها، استقبال از طرح‌های نامعمول و عجیب و غریب، ترکیب و بهبود اندیشه ها. باید یک نکته را نیز مد نظر می گرفتیم. هدفمان طراحی لباس برای بچه‌های 0 تا 3 سال بود و پیشنهاد ویژه ما نیز اجاره دادن لباس‌های سازگار با محیط زیست، مارکدار و با کیفیت بالا با قیمت لباس معمولی و با استفاده از روش لیزینگ بود. برای گرم کردن رشته‌های عصبیمان کلمه‌هایی را که همینطوری و بدون نظم خاصی به ذهنمان می آمدند بر روی برگه کاغذی نوشتیم. سپس تصمیم گرفتیم تا کلمه‌هایی را که مربوط به حوزه کودکان است با دقت بیشتری مشخص کنیم. نینی کوچولو، شاخک نازک، لک لک، فسقلی، عجیمجی، نینی، ریزه میزه، لباسهای بچگانه، میو، بازی 1 2 3 خورشید، فرفره، شنگول و منگول، گهواره، انگشت کوچولوها. چند تا واژه مربوط به دنیای خیاطی و مد را نیز یادداشت کردیم. از نخ تا سوزن، دکمه های طلایی، پنجه های جادویی، نوآوری. کلود کمکمان کرد تا یک نقشه موقعیت طراحی کنیم. بر روی کاغذ 2 محور عمود بر هم رسم کردیم که 4 قطب را ایجاد می کردند. دنیای لباسهای راحتی نوزادان، دنیای کودک شاد، لباسهای سازگار با محیط زیست، مدل لیزینگ. به این ترتیب می توانستیم یافته هایمان را طبقه بندی کنیم که این کار انتخابمان را راحت تر می کرد. سپس نوبت به گرد کردن و ترکیب اسامی رسید. آرایشگرم گفت فشیونیمو. کلماتی که به ایمو ختم می شوند خوبند مگر نه؟ نمو، ژرونیمو، پینوکیو یا مینیموند. بد نیست، یادداشت می کنم. ژرالدین یکی از خیاط‌هایم پیشنهاد داد اصلاً چرا نگذاریم انگشت کوچولوهای طلایی. لوسی ذوق زده از فکرش فریاد زد یا مایو مالیس. فابین گفت کودکان سبز. ها چطور است؟ مثل کودکان برنزه. الان مد هم شده. ورز درمانگرم گفت دنیای بیو. اوه نه، این دیگر خیلی پزشکی است. یکی گفت انتقاد نداریم.
فسقلی خوش آهنگ است، مگر نه؟ عالی است، فقط اینکه قبلا استفاده شده. پس از آنکه اسامی از قبل استفاده شده، اسامی خیلی طولانی، اسامی نامناسب و خیلی پیچیده را کنار گذاشتیم، به فهرستی 4 گزینه‌ای رسیدیم: بیبی اکو، بامبن سبز، مد پریان، تروسوی کوچولو. هر کدام پیامی داشت که به بخشی از طرح اشاره می کرد. بیبی اکو هم شامل کلمه نوزاد بود و هم اکو که به اکولوژیک و محیط زیست برمیگشت. واژه بکو هم درونش وجود داشت که مترادف یک بوسه کوچولو بود و به لحظه های با ارزش میان مادر و نوزاد اشاره می کرد. بامبن سبز هم واژه سبز را در خودش داشت و به محیط زیست برمیگشت و واژه بامبن هم به معنی لباسهای بچگانه بود. مد پریها بیدرنگ ما را وارد دنیای جادویی می کرد که برای کودکان بسیار جذاب و خوشایند بود. حرف زدن از مد هم بسیار مهم بود، چون لباسهایی که ما طراحی می کردیم نوعی مد بودند. اثر مد هم خودش گوشه چشمی به لیزینگ داشت و به مشتری امکان میداد تا هم از لباسهای استفاده کند که مد روز است و هم بتواند آنها را سریع عوض کند. تروسوی کوچولو. تروسو هم به معنای لباسهایی بود که عروس با خودش به خانه شوهر میبرد و هم لباسهایی که پدر و مادر به کودکانشان که قصد رفتن به پانسیون را داشتند میدادند. این واژه مفهوم انتقال را به ذهن متبادر می کرد و بسیار اهمیت داشت، چون همه این وسایل در طول سالها جمع‌آوری می شدند. بنابراین این اسم از این جهت که به پدر و مادرها پیشنهاد میداد به فرزندانشان لباسهای شیک و منحصر به فرد بدهند مهم بود. این بحث و تفره رفتنها 2 ساعتی طول کشید. سپس تصمیم نهایی گرفته شد: مد پریان. همه ذوق کردند و از اینکه سرانجام پس از یک جلسه طولانی خلاقیت می توانستند نفس راحتی بکشند خوشحال بودند. شامپاین. از روی دوراندیشی یک بطری شامپاین در یخچال گذاشته بودم. در حالی که داشتیم همه با هم لبی تر می کردیم، نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و اسم انتخاب شده را درشت بر مقوایی نوشتم و همان وقت تخیلم پر کشید تا برای آن هویتی تصویری ایجاد کنم. و سرانجام روز بزرگ فرا رسید. روز افتتاح. بوتیک از زیادی جمعیت داشت منفجر می شد. همه مهمانها گیلاس شامپاین در دست دورم جمع شده بودند. پیشخوان کوچکمان هم لباسهای جشنش را پوشیده بود. یک طرف بوفه‌ای پوشانده با پارچه سفید قرار داشت و در کنارش مسئول پذیرایی با دستکش‌های نچندان سفیدش با قیافه‌ای پرابهت ایستاده بود. در طرفی دیگر یک مسئول پذیرش دلربا با مهمانها خوشوبش می‌کرد. مادرم غرق در تحسینم کرد. در کنار او پدرم که زحمت کشیده و آمده بود نمی‌توانست شادیش را پنهان کند و با رفتاری نچندان ملاحظه‌گرانه چشمک‌های افراطی به من می‌زد و به نشانه تبریک هی انگشت‌های شستش را بالا می‌آورد. از اینکه می‌دیدم پدر و مادرم تبر جنگشان را در خاک مدفون کرده و پهلو به پهلوی هم مثل 2 دوست قدیمی مشغول حرف زدن با هم هستند خیلی خوشحال شدم. سباستیان و آدریان تشویق‌های پیروزمندانه می‌کردند و به خنده‌ام می‌انداختند. پسرم برای همه دوستهایش تعریف کرده بود که مادرش یک بوتیک لباسهای مارکدار باز کرده و قرار است حسابی مشهور شود. این تصور واهی از من که فقط میتوانست حاصل تخیل‌های کودکانه باشد تحت تاثیر قرارم داد. اما چیزی که بیشتر از همه منقلبم کرد خواندن غرور در نگاهش بود. تنها ناراحتیم این بود که کلود هنوز نیامده بود.
داشت سخنرانیم را که قرار بود در آن به او ادای احترامی جانانه بکنم از دست میداد. یعنی مشغول چه کاری میتوانست باشد؟ آدمی نبود که دیر کند. برای همین خیلی نگرانش بودم. با دلی گرفته رشته سخن را در دست گرفتم و شروع کردم به تشکر کردن از همه کسانی که در رسیدن من به آرزوهایم سهم بسزایی داشتند. ناگهان از دم در ورودی صدای همهمه‌ای شنیده شد و به نظر رسید که هیجانی بزرگ همه را در بر گرفته است. جمعیتی به داخل بوتیک هجوم آورد و هرج و مرج به پا کرد. صدای تاپ تاپ قلبم نمیگذاشت بفهمم چه خبر است. تیک تیک فلاش دوربین ها، فریادها، سیل بازدید کنندگان مانند دریای سرخ کتاب مقدس کم کم شکافته شد تا راه برای ورود شخصیتی حیرت آور باز شود. ژان پل گوتیه شخصاً به بوتیک من آمده بود و درست پشت سر او کلود با حالتی مسخره به پهنای صورت به من لبخند میزد و از اینکه میدید غافلگیریش تأثیر خودش را گذاشته خوشحال بود. غرق در تعجب شده بودم. این طرح چندین بار لحظه های رضایت بخش را برایم به ارمغان آورده بود. بار اول وقتی که از چاپخانه تماس گرفته بودند که بگویند برگه های تبلیغاتی و کارت های ویزیتم آماده شده‌اند. بار دوم زمانی بود که در جلسه های آخر طراحی دکور بوتیکم حاضر شده بودم. احساس و ذوق و شوق لحظه‌ای که نقاش ها داشتند آخرین ضربه قلمو را به دو واژه جادویی زندگی جدیدم یعنی مد پریان می‌زدند توصیف ناپذیر بود. پنهانی چند قطره اشک ریختم. در همین چند ماه چقدر راه را رفته بودم. آیا موفقیت به دیدنم آمده بود؟ به این جشن افتتاحیه خیلی امیدوار بودم تا آغاز خوبی داشته باشم، ولی با این اتفاق همه چیز از حد تصورم فراتر رفته بود. ژان پل گوتیه خودش در بوتیک من. دست لرزانم را به سمت بت آرزوهایم دراز کردم و او آن را به گرمی فشرد. صدایش را انگار که در حاله از شادی و شعف باشم می شنیدم که برای جمعیت می گفت از طرح کار من خیلی خوشش آمده و از اینکه پدرخوانده بوتیک من شده بسیار خوشحال است و از این بابت به خودش می بالد. وقتی کلود فایل معرفی طرح را برای او فرستاده بود از اینکه از تصویر رسانه‌ای خودش به سود من استفاده کند و به مد پریان فرصت دیده شدن بیشتری بدهد دریغ نکرده بود. او در ادامه گفت کامیی استعداد زیادی در طراحی دارد. مدل هایی که برای لباس های بچگانه طراحی کرده اصالت خاصی دارند و دادن امکان تهیه لباس‌های با کیفیت مارکدار با استفاده از روش لیزینگ آن هم با قیمت کم به خانواده‌ها باور نکردنی است. به راستی آفرین کامیی. نه چشمهایم باور می‌کردند و نه گوشهایم. ژان پل گوتیه داشت من را تحسین می‌کرد. وقتی جمله آخرش را گفت احساس کردم چشمهایم پر از اشک شدند. خوشحال خواهم شد که کمکم و چنانچه بخواهی توصیه هایم را پیشکشتان کنم. غرق در خوشحالی بودم. سپس خبرنگاران از هر دوی ما با هم عکس گرفتند و برای نوشتن مقالهشان چند سوال از من پرسیدند. به لطف اقدام باور نکردنی کلود طرحم داشت به خوبی رسانه‌ای میشد. این حرکت آخر سکوی پرتابی به سمت کامیابی بود. در پایان مراسم شب نشینی کلود به سمتم آمد. حتی یک لحظه هم تأمل نکردم و در آغوشش گرفتم. واقعاً مدیونش بودم. کلود، نمیدانم چطور از شما به خاطر همه کارهایی که برایم انجام داده ای تشکر کنم. من از موفقیتتان خوشحالم کامی و به شما افتخار می کنم. به نظرم که به راستی لیاقتش را داشتید. سپس جعبه معروف را که این بار با روبان طلایی رنگی پیچیده شده بود به سمتم گرفت.
بیدرنگ چیزی را که داخلش بود حدس زدم. آویز نیلوفر مشکی، آخرین قطعه طلسم. با چشمانی خیس از او تشکر کردم و آویز را در زنجیرش کنار آویزهایی که از قبل به دست آورده بودم قرار دادم. کلود گفت: خب من دیگر باید بروم. باز هم تبریک میگویم. پیش از آن که برود پاکتی کوچک را در دستم گذاشت. وقتی رفت پاکت را باز کردم. نوشته بود: کامیی عزیزم، اجازه بدهید تا زمان و مکان آخرین قرار ملاقاتمان را نیز به اطلاعتان برسانم. باید رازی را برایتان فاش کنم. پس از آن مأموریت من با شما به پایان می رسد و دیگر می توانید تنهایی به راه خودتان ادامه بدهید و مطمئن باشید که در مسیر درست حرکت می کنید. پس فردا رأس ساعت 14 به بالای بنای طاق پیروزی بیایید. باز هم آفرین. شب خوبی داشته باشید. باز چه خوابی برایم دیده بود. چهار. پس در بالای بنای طاق پیروزی قرار گذاشته بود. کلود و سلیقه استعاریش را خوب می شناختم. برای این گفتگو که می خواست در آن پایان مأموریتش با من را اعلام کند، چه جایی بهتر از این می توانست پیدا کند؟ چون آموزه هایش به پیروزی منجر شده بودند. اما مطمئن نبودم. با توجه به فروتنی که در او سراغ داشتم و اینکه همیشه دغدغه داشت که پیشرفت‌ها و موفقیت‌های من را بر موفقیت‌های خودش به عنوان مربی مقدم بشمارد، به احتمال زیاد می‌خواست پیروزیم را جشن بگیرد. پیروزی که هم در مسائل کوچک روزمره و هم در بزرگترین مسائل که مد پریان نماد آنها بود عینیت می‌یافت. به بنا نزدیک شدم. نمادهای پیروزی را که در حواشی آن بود تحسین کردم. بله، به راستی چه جایی بهتر از این برای جشن گرفتن پایان طرح شخصیم و ادای احترام به همراهی بی‌نظیر و چشمگیر کلود. در حالی که از کنار سربازی گمنام رد می شدم، چانه‌ام را بالا داده بودم و غرور در چشمهایم موج می زد و احساس می کردم همان شعله آتش در درون من نیز شعله ور است. به بالای بنا رسیدم. زندگی را که زیر پاهایم بود تماشا کردم. نقطه‌های ریزی که در همه جهت‌ها می جنبیدند. خودروهایی به اندازه ماشین‌های برقی اسباب بازی. آدم بزرگ‌هایی به اندازه پیکسل‌های رنگی. باد موهایم را به رقص در می آورد و با شش‌هایم ذرات آزادی و بلند پروازی را که به نظر می رسید در اطراف این مکان آکنده از تاریخ و فتوحات شناور است تنفس می کردم. کلود که آن سو ایستاده بود با آغوش باز از من استقبال کرد. کلود، چقدر خوشحالم که می بینمتان. من هم همینطور کامی. خب، بعد از هیجانات پریشب حالتان بهتر است؟ اوه بله، آن شب عالی بود. باز هم برای همه کارهایی که کردید سپاسگزارم. آمدن ژان پل گوتیه که دیگر آخرش بود. هنوز هم از خودم میپرسم چطور موفق به انجام دادن این معجزه شدید. این یک راز است. ولی خودتان خوب می‌دانید که اگر طرحتان را نمی‌پسندید اصلاً نمی‌آمد. پس این لیاقت کاملاً به خودتان برمیگردد. برجستگی‌های این بنا را دیدید؟ بی‌نظیر است. مگر نه؟ برای پایان دادن به این مأموریت مکانی بهتر از اینجا به ذهنم نرسید. همه اینها نماد پیروزی، آزادی و صلح است. اینها همه آن چیزهایی است که شما با تلاشتان، با ارادهتان و با تغییرهای مثبتی که در زندگیتان عملی کرده اید به دست آورده اید. بدون شما اصلا موفق نمی شدم. همه آدم‌ها در برهه‌ای از زمان
به یک راهنما احتیاج دارند و از اینکه توانستم کمکتان کنم خوشحالم. لحظه‌ای سکوت کردیم و غرق در هیجان از تراسی که بر روی آن بودیم به چشمانداز بی انداز زیبای اطراف ما خیره شدیم. میدانید کامی، من دوست دارم به این فکر کنم که همه ما شهروندان جهان هستیم، ولی افراد کمی به این موضوع آگاهی دارند. هر کسی میتواند سفیر صلح باشد، حتی اگر شده در حد خودش و با تلاش برای آرامش درونی و خوشبختی خودش. فکرش را بکنید، اگر همه آدم‌ها به جای چرخه معیوب چرخه مطلوب را انتخاب کنند چه می شود؟ بله، درست است. برای همین است که من از اینکه به چرخه مطلوب برگشتم احساس رضایت می کنم. شما خیلی چیزها به من یاد داده اید. حتی اگر مأموریتتان با من تمام شده باشد، امیدوارم باز هم یکدیگر را ببینیم. کلود، ناگهان رنگ چهرهش تیره شد. شاید اگر برایتان چند مسئله را افشا کنم، دیگر دلتان نخواهد من را ببینید. از چی حرف میزنید؟ چه افشایی؟ چیزهایی را باید به شما بگویم که ممکن است ناراحتتان کند. شما دارید من را میترسانید. خب، راستش نگاهم را به لبهایش دوخته بودم. من اصلا روزمره شناس نیستم. بدون آنکه متوجه حرفش بشوم نگاهش کردم. راستش من معمارم. خانه‌ای هم که دیدید خودم طراحیش کرده‌ام. رویایم بود. رویایم این بود که یک روز معماری بزرگ بشوم. باید 15 سال پیش من را می دیدید. آدمی بدبخت و فلک زده، افسرده، چاق، بدون برنامه و آینده. آن زمان در آمریکا زندگی می کردم. در سالهای پرفروغ آرمانهایم به عنوان خدمتکار در یک پیتزا فروشی کار می کردم. همانجا بود که 20 کیلویی چاق شدم. فرار به سمت خوردن برای فراموش کردن زخمی که هنوز تازه بود. و همه اینها به خاطر ماجرای عاشقانه‌ای که پایان بدی داشت. کلود جمله هایش را بریده ادا می کرد و من در چهرهش خواندم که این ماجرا باید تا چه اندازه برایش دردناک باشد. در حالی که خطوط چهرهش از یادآوری این خاطره دردناک در هم می رفت ادامه داد: پس از جدایی وحشتناک و عذاب‌آور از زنی که تصور می کردم زن زندگیم است، فرانسه را ترک کردم. آن زن با بهترین دوستم رفت. خیانتی که کاملا زمینم زد و کمرم را شکست. سال 3 معماری بودیم و نقشه می کشیدیم که پس از تمام شدن درسمان با هم ازدواج کنیم. نمی توانستم در جایی که او بود بمانم. احساس کردم که نیاز دارم به جایی دورتر بروم. خیلی دور. و برای فراموش کردنش همه چیز، حتی رویای شغلیم را هم رها کنم. اقیانوسی که میان من و او بود خیلی بزرگ به نظر نمی رسید. اما یک بار در آمریکا افسردگیم زیاد شد. خودم را کاملا در اختیارش گذاشته بودم تا آنکه خیلی حاد شد. با هر صدای کوچکی جیغ می زدم. خب، پس مردی که در عکس بود خودتان بودید. حالا او بود که متوجه حرفم نشود. بی نزاکتی را که باعث شده بود در کشوی میزش آن عکس را پیدا کنم برایش توضیح دادم. بله، خودم بودم. آن مرد دیگر هم جک میلر است. او بود که وقتش را صرفم کرد و زندگیم را روی ریل گذاشت تا کمکم کند چیزی بشوم که امروز هستم. بدون او من اصلا به معماری بر نمی گشتم و دیگر هیچ اعتمادی به خودم نداشتم. او مربیم بود. روزمره شناسم. چی؟ روزمره شناستان؟ باد دسته موی جوگندمیش را به پرواز درآورد و چشمهایش نافذتر می شدند. آهی بزرگ کشید. سپس تصمیم گرفت تا همه چیز را با من در میان بگذارد. کامی،
وقتش است که برایتان توضیح بدهم. روزمره شناسی به خودی خود من درآوردی است. این واژه در حقیقت یعنی زنجیره‌ای از همیاری‌ها، جایگاهی برای کمک به کامیابی دیگران. کسی که کمکی را دریافت می کند خودش هم روزمره شناس می شود و باید همه چیزهایی را که یاد گرفته به فردی دیگر به انتخاب خودش یاد بدهد و به او کمک کند. ولی این باور نکردنی است. حقیقت همین است. و در دفتر کارتان چی؟ دستیارتان و آن زن جوانی که می گفت شما مشاورش بوده اید؟ یک صحنه سازی کاملا حساب شده. در حقیقت این دفتر کار معماری من است. ماریان هم دستیار همیشگیم. باید مسئله را با او در میان می‌گذاشتم و مجابش می‌کردم که در این بازی شرکت کند. آن زن هم که گفته بود مراجع سابق من است، خواهرزاده هم است. برای بقیه چیزها هم کافی بود تا هر جلسه‌ای که با هم قرار ملاقات داشتیم همه آن چیزهایی که ممکن بود شغل واقعیم را لو بدهد پنهان کنم و چند پرونده روزمره شناسی را جلوی چشمم بگذارم. پس نقشه خانه و آن اعداد و ارقام و پرونده های بر روی هم تلمبار شده برای همین بود؟ در سکوت حرفم را تایید کرد و منتظر واکنشم شد. خب پس شما نه مهارت کافی و نه مشروعیت لازم برای مربیگری من را داشته اید. سرفه‌ای کرد. نخستین بار بود که می دیدم آرامشش را از دست داده است. هم بله هم نه کامی، چون هر روزمره شناس جدید مثل شما اصولی را یاد گرفته است که بعد با دقت تمام آنها را بازآفرینی می کند. برای شما که جواب داد، مگر نه؟ احساس کردم انتظار نوعی بخشش از من دارد، ولی هنوز آمادگیش را نداشتم. اول باید همه چیز را هضم می کردم. انگار که افکارم را خوانده باشد گفت: کامی، تصور نکنید که نمیدانم چه احساسی دارید. برای خود من هم ضربه روحی بزرگی بود وقتی فهمیدم جک میلر روزمره شناس نبوده است. مطمئناً این روش خیلی قدیمی و خیلی هم سختگیرانه نیست، اما به زحمتش میارزد. اینطور نیست؟ به تندی هم دیگر را نگاه کردیم. مختصر پاسخ دادم: بله، به زحمتش میارزد. نفس راحتی کشید. با لبخند مشغول گشتن در کیفش شد تا چیزی از آن در بیاورد. خب، آماده اید که این را قبول کنید؟ دفتری حجیم به دستم داد. در آن همه مراحل برنامه، تجربه ها، اصول یادگیری و دستور کارها را با جزئیات تمام یافتم. هیجان زده صفحات پر از یادداشت، نمودار، عکس و غیره را ورق می زدم. چه مجموعه جالبی! من این را در سراسر طول مسیر تغییرتان برایتان نگه داشتم. این دفتر ابزاری کمکی است که بعدها برای کسی که بخواهید همراهیش کنید، چه زن و چه مرد، خیلی به دردتان می خورد. با یک نگاه، یک حرف متوجه می شوید که طرف همان کسی است که باید کمکش کنید. برای من هم همین طور بود؟ بله، 4 سالی می شد که منتظر پیدا کردن کسی بودم که بتوانم همراهیش کنم. مات و مبهوت و البته کمی مغرور خشکم زد. سپس کارت های ویزیت روزمره شناسی را که به اسم خودم چاپ شده بود به من داد. انگار حتی یک لحظه هم شک نکرده بود که پیشنهادش را قبول می کنم. به علاوه جلدهای ساختگی پرونده ها، عکس ها و تشکرنامه ها و کارت پستال هایی که باید بعدها به دیوار دفتر مشاوره آینده ام می چسباندم. مجموعه کامل یک روزمره شناس. خواهش می کنم بگیریدشان. حالا نوبت شماست تا چیزهایی را که یاد گرفته اید به دیگران منتقل کنید. این کار را می کنید.
مگر نه؟ نمیگذارید که این زنجیره روزمره شناس ها قطع شود. صدایش لحن التماس داشت. به هم ریخته بودم. نگاهش با اصرار نگاهم را دنبال می کرد. همه آن چیزهایی که با هم از سر گذرانده بودیم از ذهنم گذشت. بغض گلویم را فشرد. دستم را دراز کردم و آنها را گرفتم. به راستی مدیونش بودم. مگر نه؟ قطره های درشت و درشتر باران با افتادن روی شیشه جلوی خودرو متلاشی می شدند. برف پاک کنها قژقژ می کردند ولی در درون من همه چیز آرام بود. با وجود باران، گرفتگی هوا، ترافیک و آبگیر نور سرخ رنگی که خودروها در تاریکی شب پراکنده می کردند، برای نخستین بار در زندگیم احساس آرامش کامل می کردم و به قول کلود تراز شده بودم. دیگر تمام شده بود آن دورانی که زندگی به من مثل شاخه نازک گرفتار شده در هیاهوی باد تنه می زد. روز به روز بیشتر توانایی‌های وجودیم را تحسین می‌کردم و خودم را به نیرویی که تا آن وقت به وجودش شک داشتم مرتبط می‌یافتم. آماده بودم که با هر موقعیتی روبرو شوم. سرانجام فهمیده بودم که چطور زندگیم را در دست بگیرم و نگذارم هیچ چیز و هیچ کس در دنیا آن را از من بگیرد. در اطرافم پشت چراغ قرمز چهره‌های غمگین، عصبانی و خسته در اتاقک‌های خودرو محبوس شده بودند. دلم می‌خواست شیشه ها را پایین بکشم و با همه وجود راهکار کلود برای آشتی و خوشبختی را فریاد بزنم. به جای این کار با آسودگی خاطر لبخندی زدم و منتظر شدم تا چراغ سبز شود. سبز. در طوفان شروع به حرکت داشتم و عجله داشتم تا راه را باز کنم که ناگهان خودرویی که چراغ را رد کرده بود به شدت به سمت راست خودرویم برخورد کرد. دنگ. چشمهایم سیاهی رفت. خیلی زود آژیرها به صدا در آمدند. در حالی که از خودرو بیرونم می‌کشیدند با خودم گفتم وای چه آتش نشان جذابی. چند لحظه بعد نشسته در آمبولانس از ضربه روحی بیرون آمدم. زنی که راننده خودرو بود خودش را به من رساند. گریان ابراز پشیمانی کرد. خودش را لعنت کرد. به باد فحش گرفت و ملامت کرد و کلی بد و بیراه گفت. بدون آنکه وسط حرفش بپرم گوش دادم. دلم میخواست فقط گوش کنم. وقتی آدم باید حرف بزند و خودش را خالی کند، باید حرف بزند. هر دو فقط چند کبودی و خراشیدگی سطحی داشتیم. بیشتر ترس بود تا جراحت. با وجود همه اینها خودش را مقصر می دانست و می گفت که باعث تصادف شده است. پس از انجام یافتن مراحل معمول اداری پلیسی، خودروهایمان را در کنار پارک کردیم تا خیابان باز شود. از اداره بیمه باید می آمدند و خودروها را برای تعمیر می بردند. برای فرار از دست سرما و ضربه روحی به طرف تصادفم پیشنهاد دادم برویم و شکلاتی داغ بخوریم تا خودروهای امدادی از راه برسند. به نظر می رسید که هم سپاسگزار است و هم باورش نمی شود که به او چنین توجه مؤدبانه‌ای کرده باشم. پیش از آن که برویم بارانی از تشکر و عذرخواهی را بر سرم ریخت. از این طغیان زبانیش اصلا رنجیده خاطر نشدم. بیچاره انگار به آخر خط رسیده بود. شکلات‌های گرم را سفارش دادیم. می دیدم که لب پایینش می لرزد و احساس کردم دریایی از درد و دل دارد که مدت‌هاست ظرفیتش پر شده و می خواهد سرازیر شود. دستم را به نشانه گرمی روی ساعدش گذاشتم و گفتم خودتان را ناراحت نکنید. ماشینم خیلی خسارت ندیده.
تازه مأمورهای بیمه من را خوب میشناسند. همین چند ماه پیش سر و کارم به آنها افتاد. با پولی که به بیمه میدهیم هنوز خیلی جا دارد که کمکمان کنند. اشک در گوشه چشمهای آبی رنگ آشفته و گم شده در صورت پهن و گردش کم کم ظاهر شد. ممنون. شما خیلی لطف دارید. اگر جای شما بودم فکر می کنم از عصبانیت منفجر می شدم. کار خاصی نکردم. من خیلی متاسفم. نمیدانم یک و چم شد. این چند وقت اخیر هیچ چیز طبق روال پیش نمی رود. عصبیم. دلم می خواهد همه چیز را ول کنم. همه اینها به کنار. این روز وحشتناک واقعا دیگر کفرم را درآورد. جلویم به حق گریه افتاد. چیزی که من را به یاد ضربان قلبم تند شد و شاید وقتش رسیده بود. با خودم گفتم خودش است. آیا آمادگی انجام این وظیفه را داشتم؟ پیش از آن که دستم را در جیب پالتویم فرو ببرم و گوشه کارتی را که در آن بود لمس کنم، به صورت ناخودآگاه در صندلیم نشستم و نفسی عمیق کشیدم. پرسیدم راستی اسمتان چیست؟ ایزابل. کارت کوچکم را به او دادم. بگیرید ایزابل. شاید من بتوانم کمکتان کنم. با حالت ناباورانه کسی که نمی‌داند چطور فرد دیگری می‌تواند کمکش کند، کارت ویزیتم را گرفت. من روزمره شناس هستم. روزمره چی؟ و در آخر واژه‌نامه کوچک روزمره شناسی. آهنگ‌های انرژی بخش. برای خودتان فهرست پخشی از آهنگ‌هایی که بال پروازتان را می‌گشایند درست کنید. ادای گربه درآوردن. شما وقتی ادای گربه را در می آورید که چند دقیقه ای را فقط به خودتان اختصاص دهید. مدتی کوتاه آرام و آسوده باشید و فقط به زمان حال فکر کنید. بدنتان را کش و قوس بدهید، خمیازه بکشید، بگذارید افکارتان در ذهنتان به پرواز درآیند. به صورت ساده تر، ادای گربه درآوردن یعنی اینکه فقط به بودن اکتفا کنید بدون آنکه تسلیم کاری انجام دادن شوید. بریدن کش‌های گذشته. کش‌های گذشته همان رویدادهای ناخوشایندی هستند که در گذشته اتفاق افتاده و متأثرتان کردند و از تأثیر سوءشان در زندگی کنونیتان آگاه نیستید. بعضی از موقعیت‌های زندگی کنونیتان این زخم‌ها را دوباره فعال می‌سازند و برخلاف میل باطنیتان بار احساسی ناگواری در مورد رویداد محرک ایجاد می‌کنند. برای آنکه زندگی روزمره بهتری داشته باشید، باید این خاطره‌های کشسانی را شناسایی و آنها را ببرید. برای این کار باید اول از وجودشان آگاهی پیدا کنید و سپس با چند راهکار مانند برگشتن به خشم‌های سرکوب شده گذشته یا اندوه‌های تمام نشده تلاش کنید همه حرف‌های دلتان را بزنید. چه با نوشتن، چه با رفتن پیش روان درمانگر از شرشان خلاص شوید. تغییر گفتگوی درونی. برای این کار شیوهی بسیار کارآمد وجود دارد. هر روز صبح جلوی آینه از خودتان تعریف کنید. حتی اگر این تعریف‌ها را باور نداشته باشید، مغزتان آنها را میشنود و ذخیره می‌کند. با این کار به آرامش می‌رسید و تصویر مثبتی از خودتان در ذهنتان می‌سازید.
تفکر و نگرش مثبت. حرفهایتان ارتعاش دارند، رفتارتان نیز همینطور، و هر دوی اینها در ذهن و به مراتب در حقیقت وجودیتان تأثیری شدید می‌گذارند. به همین علت بهتر است که تفکر و رفتاری مثبت داشته باشید. به جای آنکه قوز کنید، سعی کنید راست بایستید. به جای اخم کردن، لبخند بزنید. به جای شکایت کردن و خود را باختن، به جنبه مثبت امور نگاه کنید. نحو دستوری مثبت را تمرین کنید. در جمله هایتان بیشتر از عبارتهای مثبت و معلوم استفاده کنید تا منفی و مجهول. گفتن من هیچ وقت موفق نمی شوم هیچ مشابهتی به جمله با سر و سامان دادن به کارهایم و بسیج کردن قابلیت درونیم به جنگ با مشکلات می روم ندارد. انتخاب با شماست. تکنیک FETE. به جای استفاده از مسلسل دستی سرزنش، با آرامش از احساساتتان حرف بزنید و در موقعیت‌های تنش‌زا و تند درخواستتان را به صورت واضح و شفاف از مخاطبتان بخواهید. برای این منظور ابتدا رفتارهایی را که موجب عصبانیت شما شده اند یادآوری کنید، سپس احساستان، چیزی را که حس می کنید، بر زبان آورید و در آخر زمینه تفاهمی ارائه کنید، یعنی پیشنهادی برای بهتر شدن موقعیت، راه حلی برد برای دو طرف. شیوه آنکراژ و لنگراندازی مثبت، یعنی تکیهگاه ذهنی. این شیوه به شما امکان می دهد تا در حالت قدرتگیری، یعنی در وضعیت جسمانی و احساسی خوشایندی قرار بگیرید. اما چطور؟ با فعال کردن دوباره احساساتی که در لحظه‌ای شاد دستخوش آن شده اید. برای این منظور لنگرتان را بسازید. در مکانی آرام، لحظه شادی که دوست دارید آن را به خاطر بیاورید مجسم کنید. حالت احساسی را که مایلید به آن دست پیدا کنید، عمیقاً احساس و نشانه ای را به آن مرتبط کنید. یک واژه، تصویر یا یک حالت. با یادآوری آن حالت، واژه و یا حتی با تجسم تصویر مرتبط با آن رخداد خوشایند می توانید دوباره این لنگر را به کار بیندازید و حالت احساسی مورد نظرتان را بازیابی کنید. تنفس عمیق. 2-3 بار در روز زمان را به تنفس عمیق اختصاص دهید. با آرامش بنشینید. همه تنش‌ها و استرس‌ها را از خودتان دور سازید. دهانتان را کمی باز و فک‌هایتان را شل کنید. به مدت 4 شماره نفس بگیرید. 2 شماره آن را نگه دارید. طی 4 شماره نفستان را خارج کنید. 2 شماره نفستان را نگه دارید. به این ترتیب ظرفیت‌های تنفسیتان بهبود پیدا می-کند و به ضرباهنگ دم، نگهداری، بازدم، نگهداری به صورت 8-4-8، 12-6-12 و 16-8-16 می رسید. خلاقیت عاشقانه. خلاقیت به خرج دهید. طوفان فکری عاشقانه را امتحان کنید. با پیروی از قاعده CQFD هر فکری را که به ذهنتان میرسد یادداشت کنید. C. نه سانسور، نه انتقاد. Q. کمیت، ارائه اندیشه های زیاد. F. استقبال از فکرهای عجیب و غریب، حتی احمقانه ترین و غیر ممکن ترین فکرها را نیز یادداشت کنید.
دی، ترکیب و بهبود فکرها. هر فکری ممکن است شما را یاد فکر دیگری بیاندازد و این یعنی اوج گرفتن. برای همسرتان متن‌های عاشقانه بنویسید یا به دنبال مکان‌های غیرعادی برای عاشقانه غافلگیر کردنش باشید و یادتان باشد که خلاقیت بهترین حامی ضد روزمرگیتان است. دفتر تعهدات. شما می توانید اهداف تعیین شده تان و نیز تعهدهایی را که باید در قبال خودتان انجام دهید در این دفتر یادداشت کنید تا به طور کامل خود را ملزم به انجام دادن آنها بدانید. سپس برای هر یک از آنها مشخص کنید که انجام شده یا نشده اند. یادتان باشد مهم این نیست که بدانید چه کاری باید انجام داد. مهم این است که آن را انجام بدهید. فقط انجامش بدهید. دفترچه کارهای مثبت. در این دفترچه شما باید توفیق‌ها و شادی‌های بزرگ و کوچکتان را به ترتیب حروف الفبا یادداشت کنید. با چه روشی؟ برای هر حرف کلیدواژه‌هایی را که یادآور لحظه‌های مثبت و با ارزش زندگیتان است بنویسید. مثلا برای الف، آرتور، لحظه‌های خوبی را که با فرزندتان داشته اید بنویسید. آنتیب، چنانچه نام مکان یادآور لحظه‌های خوبی برایتان است. عشق، برای حرف عین بهترین لحظه‌های عاشقانه تان را توصیف کنید. هنرهای رزمی، برای حرف ه، اگر خاطره یک مدال ورزشی خوشحالتان می کند و غیره. خاطراتتان را با دقت و ذکر نام افراد و جزئیات محیط توصیف و حس و حال جسمانی و احساسیتان را خوب تشریح کنید. دوربین عکاسی خیالی. برای به کار انداختن دوربین خیالیتان و تغییر فیلتر ادراکتان از واقعیت باید در کمین زیبایی باشید. در خیابان، در وسایل حمل و نقل یا هر جایی که می روید حواستان را بر چیزهای زیبا، خوشایند و نشاط‌آور متمرکز کنید. به این ترتیب فهرستی از تصاویر درونی برای خودتان خلق می کنید که در جهت تغییر برنامه ذهنتان از منفی به مثبت بسیار سودمند است. روش ذهنی یا وانمود کردن. بر اساس این روش شما باید وانمود کنید موقعیتی که ناراحتتان می کند یا کاری که مجبور به انجام دادنش هستید اما دل خوشی از آن ندارید بهترین موقعیت یا فعالیت دنیاست. آن را با رضایت 400% انجام دهید. به خودتان سخت نگیرید و با خودخوری کردن منتظر نباشید که تغییری موقت از آسمان برایتان نازل شود. سه‌ضلعی خطرناک. سه‌ضلعی خطرناک اصلی است که به توصیف 3 نقش نمادینی می‌پردازد که هر یک از ما می‌توانیم نوبت به نوبت و کم و بیش آگاهانه در سناریوی رابطه‌ای منفی ایفا کنیم. نقش قربانی، نقش ظالم و نقش نجات دهنده. در چنین صحنه‌ای تنها راه حل ممکن خروج از بازی است. شیوه اسمارت. این شیوه به شما کمک می کند تا اهدافی را که می خواهید به آنها دست یابید و نیز فرصت رسیدن به آنها را به خوبی تعریف کنید. برای این کار کافی است اطمینان یابید که هدفتان ویژگی‌های زیر را داراست. خاص است، یعنی به وضوح مشخص و متناسب است. قابل اندازه‌گیری است، یعنی شاخص موفقیت باید نشان دهد که به هدفتان رسیده اید.
دست یافتنی است، یعنی هدف باید طوری تعریف شده باشد که بتوان آن را انجام داد و به رشته اهداف کوچکتر دسترس پذیر تقسیم کرد. هدف نباید ستاره‌ای دست نایافتنی باشد، بر اساس واقعیت است. یعنی برای داشتن انگیزه‌ای قوی، هدفتان باید منطبق بر شخصیت و توانایی‌هایتان باشد. بازه زمانی آن مشخص است، یعنی برای آن زمان پایان تعیین کرده اید. غذا دادن به موشها. وقتی آن بخش از وجودتان را که عادت به شکایت کردن و مدام نق زدن دارد تشویق می کنید، در واقع دارید به موشهایتان غذا می دهید. پس برای داشتن حال خوب باید از غذا دادن به آنها دست بردارید و تلاش کنید بفهمید که این نقش بد بعضی از ترس‌هایتان را تا چه اندازه تقویت و جراحت‌های درونیتان را وخیم‌تر می‌کند. پس اگر بیشتر به خودتان اعتماد به نفس بدهید و دست از شکایت و ناله کردن بردارید، غذای خوشمزه موشهایتان نمی‌شوید. فهرست تجربه‌های مثبت و فهرست ویژگی‌های مثبت. از رویدادهای خوب و قابل توجه گذشته زندگیتان که از آنها به عنوان کامیابی یاد می کنید و نیز از ویژگی‌های خوب و قابلیت‌هایتان فهرستی تهیه کنید. این کار به شما امکان می دهد تا بر نقاط مثبت زندگی و شخصیتتان تمرکز کنید و هرچه زودتر به اعتماد و عزت نفس کافی دست یابید. فهرست درونی تصاویر مثبت. این فهرست شبیه همان دوربین عکاسی خیالی است. شما برای خودتان یک آلبوم عکس ذهنی از لحظه‌های خوشایند و آرامش بخش تهیه و آنها را به طور مرتب در ذهنتان مرور می‌کنید تا دوباره به احساس و هیجان لذت بخش آنها دست یابید. این کار در داشتن ذهنی قوی و دیدگاهی مثبت و تقویت آن نقش بسزایی دارد. قلک. این قلک ضد افکار منفی و نشخوارهای ذهنیتان است. برای ساختن قلک افکار منفی از یک قوطی خالی یا جعبه شکلات استفاده کنید. طرز استفاده: هر بار که فکر منفی یا بیهوده‌ای به ذهنتان رسید و آن را به زبان آوردید، 1 یورو یا 1 دلار در قلک بیاندازید. این تمرین را همه اعضای خانواده می توانند انجام دهند. کد قرمز. منظور از کد قرمز نشانه ای است که شما با همسر یا فرزندانتان بر سر آن توافق می کنید و بیانگر خطر مشاجره و دعواست. کد قرمز مانند چراغ چشمکزن خودرو عمل می کند و به دیگری هشدار می دهد که احتمال خطر وجود دارد. کندن تمبرها. منظور از کندن تمبرهایتان این است که جرأت به خرج دهید و هر حرفی را که در دلتان دارید بزنید. برای این کار باید دلخوری‌هایتان را که به صورت پنهان یا آشکار آزارتان می‌دهند به زبان بیاورید. با این کار از اثر زودپزی و خطر انفجار پرهیز می‌کنید. لبخند درونی. استادان آیین دائو هنر لبخند درونی یا همان هنر بازیابی آرامش درونی را که ضامن سلامت، خوشبختی و طول عمر است به شاگردانشان یاد می‌دادند. لبخند درونی حالتی از آرامش و آسودگی است که با تمرین‌های منظم تنفسی و تمدد اعصاب به دست می‌آید. لبخند درونی توانایی گسترش سطح پذیرش، خوشرویی، بخشندگی و عشق به خود و دیگری را نیز دارد. مسکون این حالت ذهنی شدن
باعث می شود که به آرامش درونی معروف برسیم. لحظه های سپاسگزاری. هر روز در ذهنتان برای همه چیزهای خوبی که روز شما برایتان به ارمغان آورده است، از بی‌معناترین آنها گرفته تا بزرگترین خوشبختی ها، از لذت یک فنجان قهوه داغ پس از بیدار شدن از خواب تا شادی وصف ناشدنی موفقیتی شخصی، از خداوند سپاسگزاری کنید و شکرگزارش باشید. مأموریت پاکسازی بزرگ. این مأموریت خانه‌تکانی درونی و بیرونی است. خانه‌تکانی درونی یا داخلی. همه چیزهایی را که در روابطتان با دیگران، سازمان کاری و محل زندگیتان به نظر سمی، مضر و متحجرانه می آیند شناسایی کنید. حتی می توانید مانند کامیی فهرستی از چیزهایی که دیگر نمی خواهم تهیه کنید. خانه‌تکانی بیرونی یا خارجی. بر زندگیتان تمرکز کنید تا به هر روش ممکن آن را بهبود ببخشید. برای این کار با جداسازی و مرتب کردن وسایل خانه و یا با تغییر و نوسازی دکور خود را از شر وسایل به درد نخور یا خراب خلاص کنید. مسلسل دستی سرزنش. ما از این سلاح وقتی استفاده می کنیم که جمله هایمان را با توهای سرزنش آمیز آغاز می کنیم. تو اصلاً به این فکر نمی کنی که تو همینطور سرت را می کنی توی لپتاپت بدون اینکه از من بپرسی. برای قدم نگذاشتن در چرخدنده های خشونت این کار به شدت منع شده است. بهتر است یاد بگیرید برای بیان احساساتتان جمله هایتان را با من آغاز کنید. نظریه گام‌های کوچک. این نظریه به ما میگوید که بهتر است تغییر را رشته‌ای از گام‌های کوچک و تحول‌های مختصر در نظر بگیریم تا دگرگونی‌های عظیمی که با یک حرکت به وجود می‌آیند. تغییر به این صورت کمتر ترسناک به نظر می آید و بهتر نیز به نتیجه می رسد. همدلی خشک. شما وقتی همدلی خشک را به کار می برید که با رعایت فاصله ذهنی مناسب به حرفهای طرف مقابلتان گوش می کنید. گوش دادنی که به شما امکان می دهد مشکلات طرفتان را بشنوید و با او همدردی کنید بدون آنکه بگذارید خلق بدش شما را آلوده کند. این سپر دفاعی بسیار مفیدی است که نمیگذارد شما در مشکلات دیگری غرق شوید. همدلی خیس. شما از همدلی خیس وقتی استفاده می کنید که بار مشکلات دیگری را به دوش می کشید و در احساسات منفی او غرق می شوید. به همین دلیل است که حال شما نیز بد می شود. هنر الگوسازی. هنر الگوسازی به این معناست که از میان شخصیت‌های داستانی و چهره‌های موفق جهانی چند نفر را که جنبه‌ای از زندگی هر یک را دوست دارید انتخاب می‌کنید. شما می‌توانید مانند کامیی یک یا چند ویژگی مثبت کسانی را که دوست دارید یادداشت کنید. مثل دوست دارم خرد گاندی را داشته باشم و زیبایی اودری هپبورن را. مجموعه ای از عکس‌هایشان را تهیه کنید و آن را در جایی نصب کنید که بیشتر وقتها جلوی دیدتان باشد. یا تصور کنید خودتان یکی از همان افراد هستید و بکوشید مانند او رفتار کنید تا اعتماد به نفستان افزایش یابد. یکی از بهترین مربی‌هایتان را انتخاب کنید و او را الگوی موفقیتتان قرار بدهید. پایان.